خودم چطور برابط اومدیم با پارت دوم ماینکرافت با دستگیره. البته ما هنوز تجهیزات نریم، متاسفانه تجهیزات نریم، واسه همون نمیتونم میکروفون های دوست خودمون نشون بدم بهتون. و دوربین گوشیم هم یکم خرابه، گوشیم شکسته دوربینش، واسه همون من گوشیمو درست کنم و اینجور چیزا طول میکشه. خب بریم همون سیفی که میدونیم. امروز قراره یه کاری خفن بچه من هنو ویدیو پارت 1 رو نذاشتم. این روز قبل بود که یعنی دیروز بود که پارت 1 رو براتون نذاشتمش. البته هنو دانلودش نکردم، من اینترنت ندارم واسه همون نمیتونم. خب تو پارت 1 اینجا ویدیو رو تموم کردم، درست مثل آدم وایسه درستش کنم. خب شبه، من پنجره خفنی. خب بله شب. من از اون اندی که اون بالا هست یه ترس کوچولو دارم، هیولا ملولا نیاد تو چیزمون رو پاره کنه، وسط قاچون میکنه. بکب هیولا هیولا خیلی وقت هیولا نکشتم. بریم بکشیم. وسیله هاشون هم نیاز دارم، فقط شمشیر رو برمیدارم و نبذارم شمشیری که اینو برمیدارم چون ازش کار کشیدم. کجایی؟ داد بده من. خب بریم درباز کن. بریم یه کچولو حالا جونم اون دست به گاو گوسفنده بزنید از وسط تو پارت 1 بیجلو دمیر باشخوش گوشتش هم بردیم، گوشتش خوبه. اینا تا رو روشت کنم. اینو تو پارت 1 آخرای ویدیو گذاشتمش. الان ببایه خوستلم خوبی هیولا بینجا. امروز الان قصد این ویدیو فقط قصد زمان کسی دیگه نمیدونم بکشم. 2 تن خدا لعنتش میکنه. بعد یک کمکی تو کامنت ها به من بکنیم. اینا بردارم این طلایی هایی که اینجا هست به چه دردی میخوره. بریم تو کامنت های کمکی برسونید. این ممنون میشم ازتون یک کمکی رو بکنید. حالا لایک و کامنت این ویدیو هم یادتون نره. ساب کنید که داره چنلمون به 200 تایی نزدیک میشه. 141 داریم به 200 تایی نزدیک میشیم. دمتون گرم. ویدیوهای خفن فوتبالی و واقعا خیلی خوب حمایت میکنید. دمتون گرم، عاشقتونم. بریم که 200 تایی شیم. و اگه ویدیوهای قبلی من دیده باشید من گفتم اگه 200 تایی بشیم ادیتورمو بهتون نشون میدم که هنوز 200 تایی نشدیم که میشیم. برو بخور. خب چون ندارم این چیزایی که از این زامبیا گرفتم بخور. خب بریم ببینیم چی کار باید بکنم. برو سلام بابایی. خب من برم دنبال. خب تو این ویدیو میخوایم چه غلطی بکنیم. تو این ویدیو میخوایم بریم خونه بسازیم. اینا من بذارم خونه بسازیم. اون چرا؟ چون اون خونه دیگه داره کم کم قدیمی میشه.
اینا رو بذارم. خب فعلا اینا بس باید اینو برمیدارم. این پله ها رو بذار بردار، اینا رو بکنم چون کلنگام رو بیارم. کلنگام یادم میره بعضی موقع وسیله‌ام کجاست، اینقدر بدم میاد. بذار اونی که زیاد کار کشیده ازش بردارم بهتره. این پله ها رو بردارم. خب اینم پله ها رو برداریم. اون خونه هم دقیقا باید همین شکلی، اما یک کوچولو بزرگتر، یک کوچولو نه خیلی بزرگتر. سلام بابایی. سعی میکنم نه همین نزدیکی ها بسازمش بزنم. اینجا رو اینجا خوبه. این یه تیکه. خب نزدیک باباییام هم هستم، بذار اینا رو بکنم. اینو بدم میاد خیلی مباهمه. خب خب بریم اولین آجر رو بذاریم. خب بریم میاریم اولین آجر رو میذاریم. یک کمی تو قرآن اونجوری خوبه، بزرگه. بذار یکم بزرگترش کنم. خوبه. حالا ابسیدین هم چه چیزی پیدا کنم. خب بذار اینجا رو باید بکنم. برم دره رو بیارم بذارم. اول دره رو بذارم. دبایی خوشگل مشکل من چطوری؟ دره رو بذارم. خداحافظی خونه قشنگم. تخت و اینا بکنم. طبقه بالا چجوری برم بالا؟ حالا پله چرا برداشتم؟ الان برم در اون خونه رو بسازم. اون خونه هم بالکن داره، همه چی داره. اون خونه خیلی بهتر از اینه، هم بزرگتر هم هست تازه. خب درا رو بیارم بذارم. داری اینجا. خب بایستا این چرت و پرتایی که اینا واسه اینا. خب اینا بر میداریم، اینا بر میداریم چون میخوام تخت اونا بیارم. خب بیا بیا بیا. خوبه. خب در میذارم اینجا، اینو میذارم اینجا. خب پاشا اینو برداریم بذاریم. نه تختو در آخر میذاریم. باید الان میگی چه خری برداشتی؟ خود چرا چه خری که در برداشتی؟ خودم الان فهمیدم نباید در برمیداشتم. خیلی بزرگه. داشتم میریدم یه بدم داشتم. خب اینو بخورم. یه کمکی به من برسه یکی. نه بزرگه حس میکنم. وایسا فهمیدم چجوری بزرگ
رفتیم. بعد ریدم. نه خدا رو شکر یه جای اومدم که میدونم کجاست. نزدیک خونه هم بچه اینجا. یکاش تخت بر نمی داشتم. الان باید بگیریم اما خونه. بچه ها دیدین چه تری زدم. ببینم بالا اولین باید بریم نمبر اونجا که سنگ و این هست. باید دستم درد بریم این سمتی. ای دهنی سیریز انه کبود گوزغن سولتی. اونمو پیدا نکنم خودم وسط قاش بکنم. خدا میشه اینجا بمیرم. این بالا بچه دیدیم چه تایی زدم. این میترسم یه خونه رو پیداش نکنم بس قرآن خودم میکشم. مثل اینکه خودم بکشم دوباره از اونجا از باشم. ببینم از اینجا باید بریم. این وسیله های اونجا باید بمونم. سلام بابایی. از نظر شما اون ور آب خونه هم هست اون ور آبه. بذاریم برم اون ور آب هست میکنم ولی اون وره.
بذار ببینم. خیلی میترسم. گمدن بقله. برو 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 برو. هلولا 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 هلولا. نه بیا بکش بابا درک. بچه من ویدیو رو کات کنم خونه‌مو پیدا کنم نمیشه. من ویدیو کات میکنم تا خونه‌مو پیدا کنم. حوصله شما چون سلام گرفت. هم حوصله شما سر میره هم تایم ویدیو میره. یه دقیقه من کات کنم تا خونه رو پیدا کنم. بای بای. بچه هرچی میگردم خونه‌مو پیدا نمیکنم. به قرآن راست میگم نزدیک خیلی وقت دارم میگردم. وایسا یه دقیقه نکن بچه. این آجره پارتی یکی این آجره رو دیدیم. وایسا اگه این همون باشه خونم باید همینجا باشه. وای فکر کنم خونم پیدا کردم. فکر کنم پیداش کردم. پیداش کردم. ایوان بچه برق نرفت. ایوان بریم بکپیم. قربون خدا من بشم. خدای من عاشقتم. پیداش کردیم. این اسکلاتون و این انکبوتی سگا. بزنم. وای نازم بیادرت بیش. شوف من دیگه نمیخوام بمیرم. برو تا تیر بهم نخورده. برو. وای حاجی دوباره مردیم. اونجا نباشم. ای بابا سگ دور. بچه من باید دوباره ویدیو رو کات کنم بگردم. بچه من دوباره از همون راهی که اومدم برگشتم تا من گشتم دیگه. اینقدر گشتم صبح شد. همون اون راه ها رو کارایی کرده بودم. یاد یکم قبل این یه دوتا بلوک گذاشتم از این چمن ها پریدم. اونجا اینجوری رفتم اونقدر گشتم تا پیدا کردم. بریم ادامه خونمون رو بسازیم. خدایا تو رو قرآن باید بخوابم دیگه همینجا اسپان شم. خب برو یا حضرت عباس مردن نمیخوام. بچه ها سری بشم اینجا. خب بریم به ادامه خونه برسیم. من یه ایده دارم. اینجوری بریم. مثلا بیاید اینجا رو هم میزنم. اینجا هم میزنم. میام اینجا هم میزنم. الان میدونید چه وایسید. الان میفهمید ایدم چیه. بعد که رسیدم اینجا اینجوری یا میام این پایین. اصلا اینجوری خیلی راحت ترم هست. این دست رو بزنم میره. بعد میرسیم به تهش یه دونه میذاریم. وای اشکال نداره.
یه حرکت بزنه. وایسا من الان چیزی برم بالا. ترکاری کردم ترکاری. بذار اینو بزنم. خب دیگه نباید بیافتم. الان یه مشکل داریم. اینجا رو باید بزنم بپرم. اینجا بزنم. بذار از اینجا یه شروعی بزنیم. میزنم. بعد میام اینجا رو میزنم. اینجوری میرم زدم. بعد دوباره اینجوری میکنم که بعدش تیر میزنم. بابا خدا لعنتش کنه. وایسا میدارم بچه این خونه قرار 2 طبقه باشه. 2 طبقه. میام اینجا یه دونه میپرم. این رو رنگ باره میزنم. یه جوری خب بدو بچه من ویدیو رو تموم بکنم خودم اینجا رو ادامه میدم. بعد شما تو پارت 3 کامل شده این خونه رو بردارید. بدو بعد حواسم باشه نمیرم. ببینم دوباره کارم زاره. باید منتظر کنم شب بشه. وای آجا تموم کردم. باید منتظر کنم شب بشه بخوابم دیگه. اگه مردم اونجا اسپام میشه. به اینا غذا ندادم مثلا بچه داشتم. وای نفت بذار این چرت و پرتا. مثلا یه دقیقه صبر کنید. این موضوع بدید. چرا نمیره تو موضوع؟ ببینم بیفت تو موضوع. آها تا گل تو اون اونقدر بهم لذت نداد. نمیدونم رفته این چیزای دون. بذار این هم بزن. تمام. این هم میذارم و تمام. بریم حالا ادامه خونم رو بسازیم. تو رو قرآن بگو یه چیزی این تب. یا جلل خاله. خب خیلی باید بلند باشه. اشکال نداره دیگه. الان بقیه‌شو نه همونجوری بهتره. یا خدا داشتم میافتادم. بزنم حالا میام اینجا. حالا بیام اینجا. باید یادم باشه اینجا این یه تیک آجارم بده. تو خدا لعنتش کنم دیگه. حوصله ندارم.
اینو بزن قرار این خاکتون خاک سر من خونه. حالا بچه ها فکر کنید خونه واقعی میسازن مردم چقدر سختشونه، چقدر در زحمت میکشن، چقدر واقعا از اونایی که کار میکنن توی کار ساختمون اینا، واقعا اونایی که مثلا آجر و اینا میزنن خیلی سختشونه، مثل این که یا مهندسا خیلی سخت کار میکنن دمشون گرم. از همینجا مهندسان خونه ها دمشون گرم که خونه های بیش از حد قشنگی میسازن. البته بعضیا ولش کن، بعضیاشون رو ول کنید، بعضیشون یکم اون حیوانایی که اونجا هستن بعضیشون اون شکلی هست خیلی قشنگ خونه میسازن، مثل اون حیوان قشنگ میسازن. بچه حالا من پارت سوم که کامل شده این خونه رو دیدین، از 1 تا چند تا 10 بهش نمره بدین ببینم خونه خوبی ساختم یا نه. مسخرم نکنین تو کامنت ها، در قرآن کامل شده شد دیدید. خب چند بلاکه؟ اطلاعی از بلاکاش ندارم. میتونم اونجا رو بزنم تو کاملش، اونجا پنجره میذارم. سقفم که آجوریه، چراغم یه 8 دارم. نمیخوام سقف دیگه شیشه‌ای بذارم. شما تو کامنت ها بگید، من سقف نمیذارم، تو کامنت ها بگید سقف شیشه‌ای بذارم یا همینجوری آجوری. شما بگید دیگه. هم شیشه دارم هم خودتون بگید دیگه. خونه واقعا بزرگی شد و قرار 2-3 تا از این گوشای اینجا رو بکنم. آجرام هم تموم شد دیگه، کم بریم. وای جلل خالق. خب بریم بچه، ما الان برق رفته. من الان گوشیم نمیدونم چند درصد شارژ داره، اطلاع شارژش ندارم. بچه امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشین. بدو سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید و تا پارت بعدی خدا حافظ. اینم به خاطر سلطان کریس. برو که بریم 1 2 3